با بچهای گروه اساطیر الان هستیم، آرتین و 8 پوند که وقتی بهش گفتم ترجمه کنم بگم 8 پوند گفت نه حتما بگی 8 پوند. خوب هستی بچه‌ها؟ سلام، حالتون خوبه؟ قربون شما. توی کجای دنیایین؟ ما تو ایرانیم. تهران یا تهران. پس سپیسی آرتین هم اونجا هستش؟ اینجا. خوبی رضا جان؟ قربونت، متشکرم. آقا کدوم یکیتون آهنگ میسازه، کدوم یکی شعرها رو درست میکنه؟ ما تا الان چیز کردیم دیگه، تا الان همه آهنگا که خوندیم بیتاشو جفتمون با هم ساختیم. شعرها هم که هر پارت هر کدومون که خودمون شعر خودمون میگیم. تا الان هر آهنگی که خوندیم بیتاشو خودمون ساختیم کاملا، دو تایی با هم ساختیم. الان داغی بیا بریم و کشف بقیه خرچه رو بدیم هشت الان نصف اینجا شدن است. بعد شعرها هم که هر قسمت خودمون گفتیم، مثلا من قسمت خودم میگم، اکسپوند کیا هم قسمت خودشون میگه. ولی سعی میکنیم که ارتباط معنایی داشته باشه. آره. با هم دیگه طی میکنیم موضوع چیه دیگه. آره. این جریان شهوت رقص چیه؟ والا حمله کنم ما میخواستیم که بچهای ایرانی که بالاخره مهمونی میرن چرا با آهنگای خارجی فاز بگیرن. بالاخره میشه با آهنگای ایرانی هم فاز گرفت. یه تصمیم گرفتیم آهنگ بدیم که یه جورایی تک باشه، بعد حرف همه جوونا تامولودی توش باشه. هر چیز شد یه تامولی خودمون رو کردیم رفت. آره یه جوری شرقیش کردیم. میدونی چی میگم؟ آره فهمیدم. شینشو شرقی کردیم. شین شهوتشو. ایوان میگم که آیکیو لامصب بالا. ببین اون وقت یه دختری هم این تو میخونه، اون کی هستش؟ فکر کنم تتیته، فکر نکنم، مطمئنم. چه کلکی میگه فکر کنم. ولی زیاد مهم نیست. چرا زیاد مهم نیست؟ میونتون به هم خورده؟ نه همینجوری یه کار باش کار کردیم، بعد دیگه خودش داره خودش کار میکنه. پس اون تلفن موبایلی که من اشتباهی گرفتم اونو دست تتیسه؟ نه شک نکن. آقا گوش کنید به بقیه این آهنگ. یه جاقیه رو کنده لستم بعدم اشتاره راسته باسته داخل چلاسته رفت با من دسته رو برو بده بره تو بدنت منم دستم و بکشم رو کمرت دارم میرفتم برای بریم دادم میگرده تو بدی داخل دیگه ندم میرده ازا داخل دارم ولی بدون من سردرم به دوست طرف همیشه خوشی راحت ترم با کاغذ برم بنویسی عشقم و میتونم ندیدی هیچ جا مثلم و حسم و درسم زحمت رفت بالا بزن بریم تو اتاق زحمت هست حالا درد بوجه نداشته جوجه آره دادی خانم الان وقت نیشه بین 5 و 60 دور دست رو من بدا دیفون نفیسه اول هشت بدا یه میخوادی یا نگو کجاستی یا چشم میرسی یا همه با گروه اساطیر هستیم. بچه‌ها رپ میخونن تو تهران 021 آرتین و 8 پوند. کیا این کیا هم با عزت گفتم لو دادم یه قسمت. نه اصلا کلا کیاش هم همه میگن نداره حلاله. خب بچه‌ها شما تو تهرانین 3-4 تا آهنگ بیشتر نساختین، برای تازه کارتون شروع کردین با هم دیگه نه؟ ما با هم تازه کارمون رو شروع کردیم ولی قبلش خیلی کار میکردیم. یعنی ما دقیقاً از 5 ابتدایی کار موسیقی رو شروع کردیم. هر کدوم جداگونه کار میکردیم. من تنها به اسم آرتین، کیان به اسم اکسپوند تنها کار میکرد. بعد دیگه گفتیم بعد یه مدتی گذشت
آخرای تابستون همین امسال بود که گفتیم با هم دیگه شروع کنیم یه گروه درست کنیم که از اونجا بود که موفق تر شدیم. بعد چطور اسم اساطیر رو زدین؟ رستم و سهراب و هوشنگ رو می‌خواستیم دیگه 100% ایرانی باشه، بعد یه چیز شاه مانند و پادشاهی باشه، چون از اون اول که شروع کردیم می‌خواستیم کارمون تک باشه، شرقی بعد شاخ اساطیر رو کلشه. آره دیگه. خب واسه همین اسم 8 پوند رو انتخاب کردی که دقیقاً بزنه تو خال اساطیر ها. نه 8 پوند که اول 8 پوند بودم، یعنی به اول 8 پوند گذاشتم که پشیمونم الان که چرا ایرانی انتخاب. چرا این اسمو گذاشتی؟ اصلا 8 پوند چرا؟ یعنی 8 تومن پوندی رو میگی یا اینکه 8 وزن رو میگی؟ وزن واحد وزن. نه تومنه واسه همون. آره 8 پوند. خب بچه حالا آهنگ 0 درجه رو بشنوین که هیچ توضیح به خصوص راجعش ندارم، گوش میکنید. درجه یه جوری از اول که ما شروع کردیم دقیقاً 0 بود، بعد درجات رو طی کردیم از 0 تا 100 که الان شدیم 100. بالاتر هم داریم، حالا ولی فعلا ما رو 100. اون دیگه IQ دیگه، اون ذریب هوشت اصلا دیگه بالاتر. گوش میکنیم با آهنگ و من میگم برای 8 پوند اینجا چند میشه چیا خرید؟ حالا آهنگ دست ما کندم دلو قدم از من نام آخه یکی با عرب رفت دست راحت بستت را جلو 99 تا نبر و 2 تا سیلو بره همه میدم که شهرتم حالا مثل احرام مصر عجیب نمت سر بردان نصفه دستار اسمه اینو بهم گفتم داره متفت هرکی دست بستم و کارمو بشنبه هرکی ادعاش میشه کارمو بشنده توی رو توی تو کفتامون رفت و تحصیل کنید بوده دستاتون از دستاتون تا نوک باها داره میدرده نیستی تو که بابا این تحصیل تو خالی اندازی چیز کارا تحصیله ولی این ما هیچیز درجاتو تکریم از 0 به 100 هنوز صفری پس 0 بزن میانگین گندستونم بین 8 تا 3 مگه میشه منو کسی نشناسه من ولیت رقم تا شاه باشه ولی تا شاه باشه من سلطانم درجاتو طی کردیم از 0 تا 100 جزوه رقم میخونیم از 0 تا 100 خیلی سخته که این بالان شخصی هیچی نیستیم جز چاقال شخصی درجاتو طی کردیم از 0 تا 100 جزوه رقم میخونیم از 0 تا 100 خیلی سخته که این بالان شخصی هیچی. آرتین و 8 پوند اینجا هستن. کیا 8 پوند که گفت همون 8 پوند یعنی 8 پونده، واحد پولی رو اسمش گذاشته. من قول دارم که بگم چیا میشه خرید. از سر کوچه ما میتونیم یه پیتزا بخریم با 2 تا چی و یه دونه کوکا. نمیتونی بلیت سینما بخری. خلاصش کردی. آها 3 تا نقطه صفرش انداختی، خوب کردی. ببین 8 پوند آقا یه آهنگ دیگه هم دارین که جدیدن ضبط کردی، یه خورده راک رو قاطی کردی با هیپ هاپ و اینا. حتی اینجا بهش میگن سبک اسکیت بوردین هم. چرا؟ چون بچه‌ها اسکیت بورد میزنن یه جورایی راک هم میارن تو کارشون. ولی خب این راجع به این توضیحه که آهنگ هنوز خامه، حالا تیکش گوش کنید. ایران میاد یا این محیط قم بوده. این آهنگ از خام بود. اسم آهنگ چیه؟ اساطیر روح شیطان. روح شیطان دمیده توش؟ آره یعنی من روح شیطانم. یعنی الان با سوم داری راه میری تق تق می‌کنی. آره چقدر خوشحال چقدر اینا گفتیم یه تلفیقیه آره با راک و اینا با یه گروه متال راک همکاری کردیم که فعلا هنوز قسمت متالش اینا کامل نشده، یه ذره خامه بالا خودت. بعد یه قسمت هم توش کور داره که شنیدی قسمتی دختر خانم میخونه. من هنوز نشنیدم ولی الان میشنویم بقیه‌اش. این دختر خانم همون تتلیس که نیستش؟ نه فکرشو نکن. ببین این دختر خانم قوقاه. نه خب ازش در نکن زحمت کشید تو این کار قسمت‌های کور و آبا اینا رو زحمتش هم که هیپ هاپ این صدا یعنی صدامون تلفیق شده با هم دیگه صدا قوقا کرد.
وقت فریاد کشیدن از پشت لب دوخته، خسته از زندگی کردن با یه قلب سوخته. اینجا دنیا دادگاه خدا نیست، اینجا پول و عدالت از هم جدا نیست. بچه‌ها خیلی ممنون با اومدین. آره خودتون آهنگ درخواستی چی از آهنگ؟ ولی آهنگ زیرزمینی کی دوست داریم بذاریم؟ آهنگ زیرزمینی یاد اتفاقا یه آهنگ جدید داره که فرستاده، اونو میخوام بذارم با هم گوش کنیم.